سلام و درود خدمت دوستان. رسیدن به هدف خواسته همه ماست. خوش اومدید به چنل رسیدن به هدف. خواستن مثل خواستن یه بچه هست. یه بچه وقتی یه چیزی رو میخواد خودش را زمین میزنه، قهر میکنه. شما هر چقدر تنبیش کنی باز همون چیزی رو که میخواد ازش دست نمیکشه. به زور ببرش خونه، بزنش، هر کار دلت میخواد بکنی تا از اون چیزی که میخواد ازش دست بکشه، نه دست نمیکشه. میاد خونه ولی تسلیم نمیشه، قهر میکنه، غذا نمیخوره. چرا؟ چون یه چیزی رو میخواد ولی نمیتونه به دستش بیاره. اینقدر قهر میکنه و گریه میکنه تا واسش اون چیزی رو که میخواد بگیره. تسلیم نشد. چرا؟ اما وقتی ما چیزی رو میخوام به دست بیاریم یک بار شکست میخوریم، تسلیم میشیم. یه بچه از ما قوی‌تر هست واسه رسیدن به هدفش یا خواستش یا رویاهاش، حالا هر چیز دیگری. حتی غذا نمیخوره تا اسباب بازی یا حالا هر چیز دیگه رو که میخواد به دست بیاره. ما چی از خاطر حرف یک آدمی ناشناخته از رویا، از هدفمون میگذریم. یکی میاد بهت میگه تو نمیتونی زبان یاد بگیری، تو هم دیگه نمیری دنبالش. چرا؟ چون یکی بهت گفته نمیتونی زبان یاد بگیری، تو هم گذاشتی کنار. میگی فلانی گفته نمیتونی یاد بگیری، منم گذاشتم کنار. چرا؟ چون خودت ضعیف هستی، خودت نمیخوای یاد بگیری. دروغ نگو احمد گفته محمد گفته، خودت نمیخوای یاد بگیری. دروغ نگو. اندازه یه بچه شهامت نداری، میندازی گردن این و اون، خودت رو نابود میکنی نه بقیه. ممنون که تا پایان ویدیو با ما بودید. لایک، کامنت فراموش نشه. خدا نگهدار تا ویدیویی بعد. اگر میخواهی هر روز قوی تر بشی چنل ما را دنبال کن تا از ویدیویی بعد با خبر بشی.